سلام دوستان، امیرعباس ولدخانی هستم. کار ما ثبت شرکت توی حوزه عمان و دبی هستش. با توجه به نجواهایی که توی چند وقت گذشته پیچیده در مورد واردات خودرو و مخصوصا واردات خودروی دست دوم، نگاه ما خب رفته به اون سمت و قصد داریم کلیت این قضیه رو از اول از اردیبهشت ماه پارسال تا الان مسیرش رو بررسی بکنیم و ببینیم که اصلا امکان این قضیه وجود داره و شرایط و چالش‌ها و موانعش رو با هم بررسی. لایحه واردات خودروهای دست دوم به عنوان لایحه الحاقی به مصوبه واردات خودرو پارسال تصویب شده بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام تو اواخر اسفند ماه این رو مغایرت تشخیص داد و از برنامه بودجه سال 1402 حذف شد. خطای زیادی هم از اول سر واردات خودروی دست دوم بود. قبلا کلیات لایحه توی مجلس تصویب شده بود، اما موانعی که سر راهش وجود داشت و دلایلی که مخالفا می آوردن برای واردات خودرو، جلوگیری از واردات خودروی دست دوم، یکی بحث شأنیت مردم بود. میگفتن که در شأن مردم ما نیستش که ماشین‌های دست دوم کشورهای دیگر رو جمع کنیم بیاریم اینجا، ماشینای اسقاطی و آشغال جاهای دیگر رو می‌خوایم وارد کشور بکنیم. خب خیلی منطقی نیست با توجه به کیفیت خودروهای داخل کشور. مسلماً کسی این رو نمی‌پذیره. دیگه یکیش استانداردسازی این خودروها بود که میگفتن این خودروها مسیر استانداردشون چجوری قراره طی بشه و چطور قراره اینا استانداردسازی بشن، که فکر می‌کنم در نهایت هم به این رسید که باید سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد اینها رو تاییدشون می‌کردن. با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد خودش جزء ارگان‌هایی بود که مخالف ورود خودروهای دست دوم بود و کسایی که قبلا گذرشون به این مسیرها افتاده، اگر از همین مسیر بخواد خودروی دست دوم وارد بشه، مسلما مثل هفت‌خان رستم میمونه. شما یه ارگانی مخالف واردات خودروی دست دومه، بعد خودش باید بیاد این خودروی دست دومی که شما میارید رو تایید بکنه، مسلما مشکل ساز میشه. یکی دیگه از مخالفتایی که میشد این بود که این خودروها باید خدمات پس از فروش داشته باشن. برای خودروهای صفری که وارد میشه اصلا این مسیر وجود داره و اینها حتما باید خدمات پس از فروش براشون باشه و تامین قطعات بشن، ولی برای خودروهای دست دوم توی لایحه‌ای که تصویب شد این مانع وجود نداره و شما میتونید هر ماشینی رو که خودتون خواستید وارد کنید. البته تو ادامه مسیر به این هم اصلاحیه خورد. مخالفت‌ها و موانع برای ورود ماشین‌های دست دوم ادامه داشت، اما خب از طرفی حبس خرید توسط مردم، یعنی یه رکود بی سابقه‌ای رو ما توی 5-6 ماه گذشته داشتیم که جزء رکودهای عجیب توی بازار خودروی ما بود. باعث کاهش 30 تا 60% قیمت خودروها شد. مورد داشتیم ماشین‌هایی که روی 20 میلیارد به بالا آگهی می‌شدن و الان مثلا 8 میلیارد تومان فروش نمیرن. این نشون میداد ما یه مارکتی داریم با یه ظرفیت محدودی، کسی خارج از ایران از ما ماشین نمیگیره، معمولا ما صادرات آنچنانی نداریم. این حبس خرید توسط مردم نشون داد که مردم هم از خودروهای مونتاژی خستن، هم از چینیایی که توی بازار هستن و همین از قیمت بالایی که ماشین‌های مثلا 2013 و 2010 و اینها توی ایران دارن. قیمت‌ها خب واقعا عجیب و غریبه. شما با هر کشوری مقایسه بکنید اصلا به اختلاف بعضن مثلا 1000% ممکنه برسید. ماشینی باشه که توی مثلا بازار دبی 500 میلیون قیمتش باشه، اینجا 5 میلیارد تومان قیمتش باشه. این نشون داد که مردم حتی با تصور این که، یعنی با خیال این که میتونن ماشین دست دومی بیارن برن یا یه ماشینی رو از اون ور بیارن، گمرکیش رو هم بدن، هزینه‌هاش رو هم پرداخت بکنن و این رو پلاکش بکنن و سوارشن، حتی با تصور این دیگه سمت خریدن ماشین نرفتن. نتیجهش هم همین شد که گفتم، یه رکود عجیب و غریب، ریزش قیمت و شما حتی ماشین صفر رو هم الان میتونید توی بازار برای فروش بذارید، بعضن چندین روز طول بکشه فروشش. تو اواخر خرداد امسال تعرفه‌های گمرکی باز تعریف شد. عددهای قبلی اصلاح شدن، کلیات لایحه تصویب شد، جزئیاتش هم رفت برای تایید مراحل نهایی. عددها عوض شد. یکی از چیزایی که توی این باز تعریف تعرفه‌های گمرکی به چشم می‌خورد، عددهایی مثل 175% و 165% تعرفه‌های گمرکی بود. و مورد دیگه‌ای که بود اون عددهای ریزی که قبلا بود برای واردات خودرو، این عددا بزرگ شده. یعنی اگر شما الان ماشینی رو توی جدول واردات نگاه بکنید که مثلا تعرفه‌اش 95%، اون 95% اصلا حساب نکنید. این 95% میتونه تا 130-40% بره، چون چندین عدد کوچیک هست مثل مالیات‌ها و عوارض‌ها و هزینه‌ای که برای راهور پرداخت میشه و ارزش افزوده و اینها. این عددا خودشون مجموعاً از 35-40% رد میشن. اما خب این لایحه‌ای که اومد یه سری جذابیت هم داشت. این که خب به نظر میرسه با برداشت ساده‌ای که میشه از این لایحه کرد اینه که شما مشکلی برای وارد کردن خودروهای بالای 20000 یورو ندارید. مصوبه‌ای که برای خودروهای صفر هست برای وارداتشون، ماشین بالای
20000 یورو نمیشه وارد کرد، ولی برای ماشین‌های دست دوم این محدودیت وجود نداره و شما میتونید ماشینی بیارید که بالای 20000 یورو یا حتی خیلی بالاتر از این قیمتش باشه. برای این سقف تعیین نشده. پس اگر کسی میخواد ماشین لوکس وارد کنه فقط میتونه ماشین دست دوم بیاره. حتی این ماشین میتونه 2022 با کارکرد مثلا 1000-2000 کیلومتر باشه. خب یه نگرانی که وجود داشت این بود که خب مسیر استاندارد رو اینا اگر میخواستن از طریق سازمان محیط زیست و از طریق سازمان ملی استاندارد طی کنن، خب همونی بود که قبلا بهش اشاره کردم دیگه. یه ارگانی که مخالف واردات خودروی دست دوم بوده الان باید برای واردات نظارت کنه. خب مسلماً ممکن بود که باعث بشه خیلی‌ها نرن سمت این قضیه و فکر کنن یه افغان رستمی و قید وارد کردن ماشین رو بزنن. اما خبر خوبی که اواسط شهریور اومد این بود که اصلا این دوتا حذف شد. یعنی شما الان نه سازمان توسعه تجارت، نه سازمان ملی استاندارد، نه سازمان محیط زیست نیاز نیست مجوز اخذ کنید. در عوض چند تا استاندارد بین‌المللی رو کردن مرجع که شما اگر ماشینی که وارد می‌کنید این استانداردها رو داشته باشه میتونید ماشینتون رو وارد کنید و نیازی به گرفتن تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ندارید. البته اینو بگم خودروهای صفر این پروسه رو ندارن و بعد از همون سازمان ملی استاندارد و سازمان توسعه تجارت و محیط زیست مجوز دریافت بکنن و نمیتونن مثل خودروهای دست دوم صرفاً با استناد به اون استانداردهای بین‌المللی وارد بشن که خب حالا اصلا مورد بحث ما نیست اون قضیه. خودروهای دست دوم وارداتی باید تاییدیه WVAT رو داشته باشن روی پلاک شناساییشون که این تاییدیه اتحادیه اروپا هستش. انطباق با گواهی استاندارد ایمارک COC، گواهی تایید GCC تایید کننده کشورهای خلیج فارس هستش این که GSO صادر میکنه. داشتن گواهی تاییدیه چین CCC، داشتن گواهی تاییدیه کشورهای اتحادیه اوراسیا EAC. شما اگر ماشینی که وارد میکنید این تاییدیه ها رو داشته باشه دیگه نیازی به گرفتن تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ندارید. نکته بعدی اینه که خودروهای دست دوم وارداتی باید متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، کره جنوبی و ژاپن باشن. اگر دقت کرده باشید اسم چین و امریکا توی اینا نبود. حالا چین رو که خب خیلی بهتر که نبود، ولی خب اونایی که تو ذهنشون بوده ماشین امریکایی وارد کنن با توجه به لایحه‌ای که اومده بیرون خب پس مسلماً مورد تایید نیستش و حداقل تو این مرحله ماشین امریکایی کسی نمیتونه وارد کنه. لیستی هم از برندهایی اومده که گویا سازمان ملی استاندارد اینها رو تایید کرده. خدا رو شکر. تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مازدا از ژاپن، هیوندای، کیا، سانگیانگ از کره، بنز، BMW، سئات، آشکودا، آودی، فولکس واگن، مازراتی، مینی، اوپل، ولوو، فیات، رنو، پژو، مان، اسکانیا و ایویکو از اتحادیه اروپا. تعرفه گمرکی که گفتم توی خرداد ماه اومد که خب یه باز تعریفایی داشت، من اون لیست از روی لیست براتون میخونم. ماشینای بنزینی کمتر از 1000 سی سی 20%. توی مارکت ماشین جذابی من فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه زیر 1000 سی سی و کسی که حالا داره میره توی این پروسه، حالا درسته این 20% خیلی عدد جذابی برای ماشین آوردن، ولی خب پیدا کردن ماشین بنزینی کمتر از 1000 سی سی خیلی کار ساده‌ای نیستش. برای ماشین بین 1000 تا 1500 سی سی 70%. مثال هم بزنیم فکر می‌کنم مثلا نیسان سانی شاملش میشه. نیسان سانی الان توی دبی و 2-3000 درهم شما میتونید کارکرده 2019 2020 رو بگیرید. جزء ماشینایی که من فکر می‌کنم توی ایران زیاد بشه. اگر حالا همین ماشین بین 1000 تا 1500 سی سی هیبرید باشه، تعرفه گمرکیش از 70% میرسه به 15%. ماشینای بنزینی بین 1500 تا 2000 سی سی 95% تعرفه گمرکیشونه. اگر هیبرید باشن میشه 20%. ماشینای 2000 تا 2500 سی سی 135% تعرفه گمرکیشونه. اگه هیبرید باشن میشه 50%. 2500 تا 3000 سی سی 165% تعرفه گمرکیشونه. اگر هیبرید باشن میشه 140%. ماشینای 3000 سی سی به بالا هم 175%. باز اینا هم اگر هیبرید باشن همون 140%. خب پس یه چیز دیگه ای هم که از توی این تعرفه واردات میشه در آورد اینه که اگر ماشین هیبرید بیارید خب به صرفتونه. توی ماشینای زیر 2000 سی سی شما میتونید با 20% تعرفه گمرکی ماشین هیبرید وارد بکنید. علاوه بر اعدادی که بالا گفته شد که اینا تعرفه گمرکی بود، یه سری اعداد دیگه هم هست که به اون تعرفه گمرکی اضافه میشه و خیلی عدد کمی نیست. همونجا بود که گفتم شما اگر تعرفه وارداتی ماشین 95% بود رو 95% حساب نکنید تا 140-50% حساب کنید همین است. یه 9% مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی دارید که این 9% فقط به فاکتور قیمت ماشین شما نمیخوره. یعنی اگر شما یک ماشین رو خریدید 1 میلیارد تومان توی عمان یا توی دبی، این ماشین 1 میلیارد تومانی رو شما 1 میلیارد
میلیارد هم حدوداً مثلا براش گمرکی دادید، 95% گمرکی دادید. این 9% روی مجموع اون حساب میشه. یعنی میشه یه عددی حدوداً 18% برای ماشینایی که تعرفه گمرکیشون تقریبا 100، یعنی 95% یا 70% یا این مالیات 9% رو پس یه چیزی حدود 18% حساب. 1% عوارض هلال احمر داریم. حالا من نمیدونم عوارض هلال احمر برای چی به ماشینای وارداتی میخوره، ولی خب 1% این رو داریم. یعنی اگر یک ماشین 1 میلیاردی آوردید حدوداً 10 میلیون تومان هم باید عوارض هلال احمر بدید. نیم در هزار ارزش گمرکی عوارض پسمان، یعنی اگر شما ماشین آوردید 1 میلیارد هم براش گمرکی دادید، نیم در هزار عدد خاصی نمیشه. دوباره یه 10% عوارض واردات دارید، یعنی ماشینی که شما 1 میلیارد تومان خریدید حدوداً 100 میلیون تومان هم عوارض واردات براش پرداخت میکنید. 2% هم مالیات علل حساب دارید. کسایی که با اداره مالیات سر و کار داشتن، با اداره دارایی و مالیات، میدونن مالیات وقتی علل حساب براتون محاسبه میشه تمام شده نیست. یعنی این 2% ممکنه الان شما این 2% رو پرداخت بکنید، چند وقت دیگه یه بدهی مالیاتی براتون میاد، مثلا بگن 1%، 2% دیگه هم باید بدید. معمولا اینجوری نیست که این 2% الان علل حساب 2% باشه بعدن یهو بکننش 10%، ولی ممکنه بشه 3-4%. البته این ذهنیت من. یه هزینه استاندارد معادل 8 در هزار ارزش CIF دارید که این 8 در هزار رو بذاریم به علاوه اون نیم در هزار، خودش 1% نمیشه. یعنی برای یه ماشین 1 میلیاردی دوباره 10 میلیون تومان اضافه بکنید. یه دونه هم گواهی اسقاط دارید. این چرندیاتی هم که الان باب شده میان ماشین اسقاطیشون رو، مثلا یکی میاد ماشین مدل 80ش رو میذاره 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان، اصلا گول اینا رو نخورید. همین الان حدود 40,000 تا گواهی اسقاط با مبلغ بین 35 تا 40 میلیون تومان وجود داره. نرید سمت این چیزا. کسی عقلش رو از دست نداده بیاد پول 207 مثلا مدل 1400 رو بده آردی مدل 79 بگیره. و میتونید مسلما هر چقدر هم گرون بشه، شاید سرمایه‌گذاری خوبی باشه خرید خودروی اسقاطی، ولی با این چشم انداز که شما مثلا 40 میلیون رو بفروشی 50 میلیون، نه اینکه 40 میلیون رو بفروشی 400 میلیون. کسی که میره ماشین وارد میکنه میخواد براش آورده مالی هم داشته باشه، سرمایه‌گذاری داره میکنه. نمیاد همون اول قبل از اینکه پولی دستشو بگیره سودی به جیب بزنه مثلا 400 میلیون پولشو آتیش بزنه. یه 10% ارزش گمرکی خودرو، این هزینه برای راهبره. 10% زمانی که دارید ماشین رو ترخیص میکنید از گمرک به ستاد ترخیص میدید، یه 3% هم موقع شماره گذاری، یعنی یه 10% و یه 13%. این 13% به جز هزینه‌ای که شما تو حالت عادی به شماره گذاری میدید. شما وقتی الان میرید یه ماشینی پلاک بکنید مثلا برای یه دونه 206 حدود 5-6 میلیون تومان مالیات میده، یعنی اون سر جاشه. این 13% هزینه جداگانه است، فقط برای خودروهای وارداتیه. و دیگه هزینه نقل و انتقال هم که بسته به نوع خودرو و قیمتش گفتم، مثلا وقتی برای 206 میشه 4-5 میلیون تومان، حالا خودتون محاسبه کنید برای مثلا این ماشینا مسلما 2-3 برابر اون میشه. در مجموع تمام این هزینه‌های جانبی به یه عدد 40-50% میرسه. یعنی موقعی که دارید محاسبه میکنید اصلا ذهنیتتون این نباشه که 95%، 90% مثلا من بذارم روی اون عددی که برای ماشین در نظر گرفتم. شما رو 95%، 40%، 45% دیگه هم اضافه بکنید. یه سری چالش‌های دیگه هم داره این قضیه. یکیش تامین ارزه. از برنامه بودجه که حذف شده و مسئولین مربوطه هم میگن که در مورد تامین ارزش ورود نمی‌کنن و این ارز رو مردم باید خودشون تهیه کنن. قبلا بحث این بود که خرید و فروش آزاد ارز جرمه و خیلی صرافی‌ها هم شما تو این چند وقت گذشته اگر بهشون تماس گرفته باشید ارز آزاد خرید و فروش نمی‌کنن. نمیدونم این هدایت به سمت جرم حساب میشه یا اینکه قراره مثلا یه سری آزادی‌ها بذارن برای مبادله کردن ارز. چون عین حرفی که من شنیدم این بود که می‌خوایم ارزهای خونگی رو بکشیم بیرون. این میتونه مسلماً تاثیر بذاره تو افزایش نرخ ارز. دلار حداقل بره توی کانال مثلا 60 به بالا و همیشه هم درهم یه نسبت مشخص به دلار داشته توی این 10 سال گذشته. پس به تبع هر چقدر که دلار بره بالا درهم هم میره بالاتر. پس موقع محاسبه اینو هم حساب کنید. فعلا با 50,000 تومان یا درهم 13,500 تومان عددی رو که میخواد نهایی بشه حساب نکنید، مگر اینکه از قبل تامین ارز کرده باشید. یکی هم مسیر تخصیص ماشین به شماست. شما باید درخواستتون رو وزارت سمت بدید. وزارت سمت تا الان جوری نبوده که شما بتونید درخواست لحظه‌ای بهش بدید. احتمال این وجود داره که شما باید وارد سامانه یک پارچه بشید، باید وایسید سامانه باز بشه. حالا مرحله‌هاش قبلا معمولا اینجوری بود که هر 3 ماه یه بار، 6 ماه یه بار سامانه باز بشه شما بتونید ثبت کنید درخواستتون رو. معمولا هم اینجوری که شما یه پولی بلوکه می‌کنید، اون پول بعد 1 ماه یا حالا کمتر میتونید اون پولتون رو بردارید و براتون حالا نوبتی مشخص میشه برای وارد کردن خودرو. این البته برای الانه، ممکنه که این قضیه حذف بشه راحت‌تر ماشینو. یه سوال دیگه‌ای هم که آدم از خودش میپرسه اینه که چقدر امکان داره که این قضیه میدانی بشه و بشه شما ماشین وارد بکنید. چقدر احتمالش وجود داره؟ به نظر من بالای
95% این اتفاق میفته. شما تو اون لیست ریز هزینه‌های جانبی که من داشتم میگفتم کلی عدد و درصد بود که به نهادها و ارگان‌های مختلف تعلق می‌گرفت. بالاخره این ارگان‌ها منتظرن که این پول به دستشون برسه و به نظر من چون آورده خوبی هم داره برای حالا ارگان‌های دیگه و عدد گمرکیه و مالیات‌های جانبیش عدد کوچیکی نیستش، به احتمال بالای 90-95% این قضیه از چند ماه دیگه یا شاید هم کمتر از چند ماه دیگه استارت می‌خوره و همیشه هم این رو در نظر بگیرید. ما تو بحث واردات خودرو همیشه این چالش رو داشتیم، چند سال باز میشه، چند سال بسته میشه، باز میشه، دوباره چند سال بسته میشه و یه روند ثابتی نداره. پس حالا با توجه به این قضیه که ما مردم خیلی پیشرویی نیستیم، مردم ایران ذاتاً مردم پیشرویی نیستن، بیشتر دنبال رو ان که دو نفر مثلا یه کاری رو انجام بدن بعد پشت سر اونا برن، ولی همیشه برد رو کسایی میکنن که زودتر اقدام میکنن، آدمای پیشرو ان، منتظر نمیشن که ببینن بقیه مثلا چیکار میکنن، چیزی به دست میارن، سود میکنن، ضرر میکنن، بعد بیفتن دنبالشون. یه ماشین جدیدی وارد بازار میشه، میرن خیلی‌ها مثلا مثال میزنم پاسات مثلا وقتی که اومده بود سال 96 یا 97 الان دقیقاً خاطرم نیست ولی فکر کنم 96 بود، شما 180 میلیون میتونستید بخرید، بلافاصله بعد از یکی دو ماه رسید به عدد 240 میلیون تومان بدون اینکه ماشینای دیگه گرون شده باشن. برای همین وقتی اتفاقی میفته ازش استفاده بکنید و این گینیه که حالا میتونید ازش بهره وری داشته باشید. توی ویدیوهای بعدی سعی می‌کنیم تمام مراحلش رو، مخصوصا مراحلی که داخل ایران طی می‌کنه، در مورد بحث وارداتش توی خارج از ایران ما میتونیم کمکتون کنیم. ماشین رو میتونیم توی عمان یا دبی براتون بگیریم و وارد بکنیم. فقط بحث نوع تخصیصش باید مشخص بشه که این رو توی چند روز آینده من همه آمارش رو در میارم و توی ویدیو براتون خلاصه میگم. مرسی که ویدیو رو دیدید. اگه براتون مفید بود لایک کنید. ویدیوهای بعدی رو هم می‌خوایم در مورد مقایسه قیمت ماشین توی ایران و خلیج فارس بذاریم. قیمت تموم شده چند تا محصول رو مقایسه کنیم با ماشین‌های مشابهشون توی بازار ایران. مرسی.